سبب است که یک نفری که به گناه کبیره آلوده است سری بالا میگردد، از هیچ چیز ترس و هراس ندارد. من میگم سبب اساسیش خودی ما مردم هستیم. خودی ما مردم هستیم که با یک نفری که این همه گناه کبیره رو مرتکب هست روی خوش میدهیم، به معرکه هایش میرویم، در نزد ما نشست با او خوش چقچقی میکنیم، اصلا به او روی ترش نمیکنیم که این کارت خطا است. و در اینجا حدیث در صحیح بخاری هست که حضرت عایشه میگویند پدر من غلام داشت، یعنی خادم داشت که او در خانه پیامبر در خانه ابوبکر کار میکرد. روز میگوید همان غلام چیزی را آورد، خوردنی را به خانه آورد و پدرم از آن خورد. سپس آن غلام یا همان خادم و خدمتگار به پیامبر به ابوبکر گفت یا به پدرم گفت که آیا میدانی من این رو چه خیلی خریدم، یعنی چیزی که الان خورده ایستاده ای. بعد در دوامش گفت که من پیش از مسلمان شدن در زمان جاهلیت جادوگری میکردم. من جادوگر نبودم، مردم رو فریب میکردم. من جادوگر هستم، من همه چی رو میدونم گویان فریب میکردم در حالی که نمیتوانستم این رو. سپس به یک نفر فال دیده بودم و او به من همین پول رو داد که پیشتر فال دیدم و من با آن پول بنامین خوراک را خریدم. حضرت عایشه میگویند فادخل ابوبکر یده فقاع کل شیء فی بطنه. همون لحظه که پدرم ابوبکر رضی الله عنه شنید که خوراکی که خورده ایستاده است از پول فالبینی هست، انگشتانش را به دهانش برد، تمام خوردهش را بیرون کرد، تمام خوردهش را قی کرد. یعنی خوراکی که از پول فالبینی هست حرام است، خوردنش حرام است، نباید در معده من باشد. گویان ابوبکر صدیق همه خورده خود را چیکار کردن؟ استفراغ کردن، یعنی بیرون کردن. و حدیث در صحیح بخاری است. اکنون ملت مسلمان تاجیک، خواهران عزیز، ببینید که کدام از ما خوراک یک فالبین را، دسترخوان یک فالبین را از روی تقوا که این از پول حرام آمده است از آن پرهیز میکنه. این گونه آدم را آیا یافته می شود یا نه که بگوید من نان فلانی را نمیخورم، او از حرام کار میکند. من چای فلانی را نمی نوشم برای آنکه او فالبین است، او با پول حرام این پول را دریافته است.